افغانستانی جنبش رو انداختن تو ایران. اینایی که تو ایرانن شلنگ آب باز میذارن، شیر آب باز میکنن، اتو میزنن ببر. یعنی یه آدم چقدر میتونه بی وجود باشه یه جایی که حالا بهش پناه داده، به زور اومده وارد شده اونجا، بیا یه همچین کارهایی هم در قبالش بکنی. آیا مسئول خوابی یا داداش من خودتون؟ حالا یکی نیه به می خوارک ما بگه که امی گپا را نزن، امی گپا توهین به شعوری امو فالوورتی، توهین به شعوری امو کسایی که امی را میبینه این قدر کی کدام به حق میگه بس رو باور میکنه. اصلا مهاجری افغانی میگه وقت داره که بره دنبال امزی کارا. برادر من اون کسی که آمده ایران کار میکنه، خواهر من اونی که کار میکنه اینجا، اون بنده خدا اصلا وقت نداره برای این کار که بره آب و باز بگذاره کجا مثلا میذاره، کجایی که افغانی کار میکنه همونجا بالاخره اگر دست خودش باشه که آب پولش خودش پرداخت کنه که اصلا پولی اونو نداره که اینقدر آب مصرف کنه. اگر مال حساب کارش باشد که خب اون جواب باید به اون جواب بدیه. خیلی یک چیزی مسخره. دقیقا یک چیزی که میگین همون طرف مقابل خود در نظر بگیرید که به توهین به شعور و به موضوع عقل و به چیزی اونا نباشه. چقدر مگر آدم میتونی پس بشی؟